حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. به سال حق بفرمایید. سلام علیکم السلام، سلامت باشید بیننده محترم، بفرمایید. خوب هستین شما؟ سلامت باشید، سپاسگزار از شما. من از تهران تماس میگیرم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. عرض خدمتتون که من الان تلویزیون روشن کردم، دیدم برنامه شماست. بله. داره پخش میشه. بله. مکس کردم یه لحظه. خب من از یه چیزی خوشم اومد. از این خوشم اومد که من هر زمان وقتی تلویزیون روشن میکنم، تلویزیون ایران روشن میکنم، بله، وقتی به صحبتتون گوش میدم متوجه یه چیزی میشم. متوجه این که وقتی صدای یه طلبه، یه آخوند، یه کسی که خودشو امام میدونه و رهبر میدونه، یه کسایی که دارن مردم به اصطلاح به قول خودشون هدایت میکنن میشنون، بله، به یه موضوعی پی میبرم که توش صداقتی وجود نداره. من خودم به شخصه مادرم، یه کسایی که کلا میشناسم، تلویزیون ایران نمیتونن نگاه کنن، حرف آخوند رو نمیتونن قبول کنن. به خاطر چی؟ بابا یه صداقتی اگر 1% تو صدات باشه، مطمئن باش اون بیننده‌ای که داره برنامه شما رو نگاه میکنه از برنامه شما لذت میبره، خوشش میاد، مکس میکنه. چرا؟ کسایی که اهل سنتن، دینشون اهل سنته و وقتی صحبت میکنن مکس میکنن همه. من خودم رو دارم میگم، به هیچ کاری ندارم، به خاطر یه صداقت خاصی تو این صدا هست. اون آقایی که زنگ میزنه میگه که شما خیلی ها رو سر میبرین، اهل سنت داره جنایت میکنه، این کار رو انجام میده، آخه چه فکری واقعا میکنه؟ من خودم شیعه هستم. وقتی نگاه میکردم تلویزیون یا اصلا کلا بیرون میرفتم محرم، هر چی که صحبت میکردم همش حرف اهل سنت بود که سنی‌ها آدم میکشن، شیعه رو میکشن که برن بهش، این کارو انجام میدن، اون کارو انجام میدن. ولی من یه دونه موردش ندیدم. من متنفر بودم از اهل سنت، اهل سنت میترسیدم واقعا. بله. ولی بعد یه زمانی به لطف خدا یه شبکه‌ای نگاه کردم به نام شبکه وصال فارسی های مولازاده و اینقدر از صحبت‌های ایشون خوشم اومد که مکس کردم، گوش دادم. واقعا من خیلی عقبم، اینقدر کفر گفتم، اینقدر گناه کردم، اینقدر کارهای بیهوده انجام دادم که هیچ وقت خودم رضایت نداشتم. من دیشب پریشب بود، من حالا دقیقاً یادم نیستش، مادرم داشت صحبت‌های شما رو گوش میداد، گفت من نمیدونم این آدما چرا وقتی صحبتشون رو گوش میدی اینقدر لذت بخشه، اینقدر آروم صحبت میکنن، آرامش بخشه، آدم دوست داره صداشون رو گوش بده. دوست عزیز، یه ذره آدم به اون کارهایی که انجام میده یا حرفایی که میخواد بزنه یه ذره دربارش فکر میکنه، تفکر میکنه. چرا همیشه ما با دروغ موافقیم، خوشحالیم که بهمون دروغ میگه، سریع قبولش میکنیم، ولی چرا همیشه از حقیقت دنبال فرار میکنیم؟ خب دیگه سخته حقیقت، ولی راهش لذت بخشتره واسه آدم تو زندگی. زمانی که میخوای بخوابی از خودت خیلی رضایت داری، زمانی که از خودت میخوای وقتی شب میخوابی به خودت فکر میکنی، یه حس خوبی نسبت به خودت داری. من این حس رو پیدا کردم. اگه کسی صدا منو میشنوه یه لحظه فکر کنه درباره حرفای من، واسه این همه چیز تو زندگیمون درباره دروغ گفتن، از صبح تا شب میشینیم فکر میکنیم سر کیو کلا بذاریم، فلان دروغو بگیم، فلان حرفو باور کنیم، فلان یه ذره برای صداقت تلاش کنیم، یه ذره برای این فکر کنیم که بذار یه حرفو راست بزنیم، حتی کوچکترین، بی مصرفترین، از نظر خودمون بی منطق ترین هست. اگه به یارو طرف بگیم قبول نمیکنه، پس بذار دروغ قلمبه سلمبه بهش بگم یارو باور کنه. دوست عزیز من، اون حرفی که راسته حتی مسخره از نظر تو شاید به دل مردم بشینه، شاید به دل اون کسی که میخوای باش صحبت کنی یا حرفش بزنی شاید بشینه، شاید اونو بیشتر دوست داشته باشه تا اینکه دروغ قلمبه سلمبه بهش. واقعا من تشکر میکنم از شما و تبریک میگم در واقع به شما که تونستید حقیقت و صداقت و راستی رو در واقع بیابید و در خودتون تطبیق بدید. اما عملا چه چیزی باعث شد که شما، یعنی چه انگیزه‌ای شما رو واداشت به این که این حقیقت رو پیدا کنید؟ من این حقیقت رو زمانی که برنامه وصال حق و وصال فارسی این چیزا رو نگاه نمی‌کردم یا برنامه کلمه رو، یه زمانی یه روز تو خونه بودم ساعت 10:11 شب بود که دوستانم به من زنگ زد،
من موبایلم داشت زنگ میخورد، داشتم نماز میخوندم. موقعی که داشتم نماز میخوندم خب گوشیو جواب ندادم. بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه زنگ زدم به دوستم، گفتم کجایی؟ گفت جلوی در خونه‌تونم. رفتم پایین، ازم سوال کرد، برگشت گفتش که چیکار می‌کردی؟ گفتم داشتم نماز می‌خوندم. گفت 10 دقیقه رو اومد جلوی در کاشی نماز می‌خونی؟ گفتم آره. گفت جدی میگی؟ گفتم آره. گفت من تو نمازم می‌خونی؟ گفتم آره. گفت جدا؟ گفتم آره نماز بخونم. گفت شوخی می‌کنی؟ گفتم نه. گفت به قیافت نمی‌خوای؟ گفتم به قیافت. گفتش که تو آخه نماز می‌خونی معنی نمازم بلدی؟ یه لحظه من به خودم اومدم دیدم چی میگه. زدم توی یه کانال دیگه، گفتم که گیر دادی حالا بیا بریم دیرمون میشه. گفت نه وایسا تو معنی نماز رو میدونی؟ بگو ببینم سوره هم چی میگه، معنیشو به من بگو وقتی تو که داری با خدا صحبت میکنی. من موندم، انقدر تفره رفتم تو خودش فهمید. اون آدم نماز نمیخوند. زمانی که رفتم 1-2 ساعت بعد برگشتم خونه، شب خیلی از خودم شرمنده شدم که این همه ساله 27 سال خودمون گرفتم من معنی سوره حمد نمیدونم، فاتحه نمیدونم چی دارم میگم. آقا سجده میدم، رکوع میدم، چی دارم میگم به خدا. رفتم قرآن رو وا کردم، شروع کردم. اولین جایی که وا کردم ناخودآگاه سوره قارعتون اومد، شروع کردم خوندن. حتی شب خوابم نبود، دیدم خیلی عقبم. واقعا خوشم اومد از معنی قرآن، چون عربی هم بلدم عربی خوندم، ولی خب صحبت کردن چه بعد این شروع کردم معنیشو خوندن. همون کاری که آخونده میگن گناهه اگه معنی قرآن رو بخونی. بله مردم از حقیقت دور میکنن بابت این چیز. نه دوست عزیز، معنی خالیش هم بخونی هیچ اتفاقی نمیفته. خوشم اومد همون موقع اومدم جلوی تلویزیون دنبال برنامه میگشتم که باب میلم باشه. برنامه تلویزیونی آقای مولازاده رو نگاه کردم، دیدم داره صحبت میکنه. آقای مولازاده برگشت به من گفت کسایی که خدا دوستشون داشته باشه تو زندگیشون به سمت خدا میرن، با یه لبخند، با یه فحش، با یه کنایه، با یه تحقیر. هر کسی به یه جوری به سمت خدا کشیده میشه. اون کسی که خدا دوستش داشته باشه و بخواد به سمت خودش بیاره، بالاخره با یه موضوعی میاد سمت خدا و قرآن باز میکنه. و دقیقا همین اتفاق واسه من افتاد، با کینه، با کنایه، با تحقیر. یکی از دوستانم مجبور شدم و فکر کردم که واقعا باید یاد بگیرم. اگه سری بعدی یکی از من پرسید، رفتم قرآن رو باز کردم و این بود که خدا دست منو گرفت. اومدم شدم یه شیعه واقعی، شیعه‌ای که واقعا باید بره راه خدا و قرآن بره، راه حضرت محمد بره. اینا جنگیدن، همشون به خاطر خدا و قرآن جنگیدن، ولی مردم به این چیز توجه نمیکنن. واقعا من تبریک میگم به شما و سپاسگزارم از شما بلندی عزیز. ولی بیشتر از شما تشکر میکنم که این برنامه‌هاتون، مطمئن باشین اگر کسی زنگ میزنه یه چیزی به شما میگه، وقتی اینجوری میبینم با صبر با حوصله یکی به شما تحقیر داره میکنه، فحش به شما میگه، دریوری میگه، شما با آرامش دارین حرفشو گوش میدین و لبخند میزنین، باور کنید جدا من لذت میبرم از اینکه اهل سنت دروغ نمیگه، اهل سنت فحش نمیده، اهل سنت آدم متینیه، ساکته، به خاطری که خودش از دل خودش خبر داره، خودشو خدای خودش واسش مهمه، نه حرف دیگران. چرا وقتی زنگ میزنی به یکی از یکی انتقاد میکنی، از یکی از این شبکه‌های شیعه مثلا مثل آقای قزوینی، چرا بهش برمیخوره، چرا داد میزنه، چرا فحش میده بعد انکار میکنه؟ خب این آدم اگر خودش از خودش راضی باشه و واقعا حقیقت دنبال حقیقت باشه، بهش بر نمیخوره که آقا تو هر چی دوست داری بگی بگو، تو دینت اصلا کافر باش، من به راه خود تو به راه خود. چرا انقدر دنبال اینن که پارازیت بندازن، مردم نشنون صدای شما رو، قرآن نخونن؟ به خاطر این چیزاست دوست عزیز. سپاسگزارم از شما بیننده عزیز، تشکر میکنم و تبریک میگم به شما. موفق و سربلند باشید. خواهش میکنم. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا